قسمت دوم اما قصه ما دیگه که کلش خلاص شود دیگه. میایم سر زندگی خوار کلام. زندگی خوار خورد خراب خلاص شد. حال دمی وقت سر خوار کلام چی تیر شده. دمی جریان اینم دیگه می یک 6 و 7 ساله و قسمی یک بچگک دارن. همین خوار کلان ازی بچگک از اینام کلان شده دیگه دمی سن سالا رسیده. شوی زنکه پیلوت بوده. پیلوت طیاره بوده که همیشه در سفر بوده و در هر ماه چند روز مهلت فقط می اومده خانه و دیگه همیشه در سفر بوده. این مردکه که در مسافرت میرفته و همه قسمی این کار از این مردک کار میشوی میزنه که زیاد میشده دیگه. بیرون از خانه زیاد کار داشته و در خانه خیلی کم وقت میبوده و این زن از این قراری که یک مرد دیگه جور میه. که یک مرد دیگه جور میه و بارها این مرد میآورده در خانه خود. که تازی خوب وقت را تیر میکرده در خانه خود. یعنی میشیشته و خلاصه هر کار کدش میکرده در خانه خودش. شویش نبوده دیگه. این مرد بیچاره که وظیفه میرفته و این زنکه نفر بیگانه رو میورده پیش خودم میشه دیگه. این مرد بالاخره یک وقت یک روز دیگه باز آمد از مسافرت در خانه پیش اولادایش و پیش زنش اولادایش است و یک روزی امی پیلوت میخواد که امی بچی خدا ببره مکتب، ببره طرف مکتب که همون تو باز بره طرف وظیفهش که وظیفهش هم شروع شده بود دیگه. این بچه که در موتر خود میشونه میخواد که ببره طرف مکتب که یادش میره یک چیزی را که باید که خودش میبرد. این مرد که دوباره میاد بچه‌ش هم کدش از دوباره میاد طرف خانه که همون چیزی که ضرورت داره بگیره که دمی اسنا میبینه که یک موتر سیاه در پیش خانهش استاد است. از دور استاد میشه و میبینه که زن از این موتر سوار میشه. در موتر سوار میشه و امی مردی که داخل موتر بود از پشت شیشه معلوم میشه. شیشه موتر معلوم میشه که در جان زن از دست میندازه و زن از ماچ میکنه و این کارا میکنه. مرد که این چیزا رو میبینه یکدم شوک میشه. یکدم شوک میشه که او چه قسم یک گپ است و زن ما چرا یک کار کرد. از پشت از اینا میره. اینا حرکت میکنه. اینا که حرکت میکنه مرد از پشت از اینا میره. از پشت از اینا که میره تعقیبشون میکنه که اینا در یک هتل برای خودشان یک چیز گرفته بوده دیگه. یک آمادگی و یک شب خاص و یک روز خاص که میگم چون یک چیزی برای خود گرفته بودن در هتل. کدام هتل لوکس دیگه. و دفعه دیگه احتمالاً پولدار بوده دیگه. مردکه که تعقیب میکنه میکنه که زنش داخل هتل میشه. داخل هتل میشه. این مردکم که داخل هتل میشه و میبینه که خب در هتل خودم میره دیگه. در اتاق برای معیشت و چیزا. دیگه این مردکه بسیار اعصابش خراب میشه و بسیار جگرخون میشه و قسم گپا. مردکه پس در اطراف همون هتل سعی میکنه میگه یک دونه رستوران میبینه. مکتب بچه موند دیگه. کار از مردکه موند. این بچه که خودم میبره در رستوران میشونه که نان بخوره. این میگه تو نان تا بخو ما چند دقیقه زود میایم. بچه که میشونه نان برش سفارش میده بیشتر میکنه و بچه که در نان خوردن میباشه. بچه کش این مردکه میره داخل هتل و مشخصات همین نفرایی که در آمد در پذیرش میگه و از اون میخواد که آدرس اتاق از اینا رو بده. خب بالاخره او به طریق نمیخواد که آدرس مشتریای خود برای مردم بیگانه بده. واسه مردکه بسیار پیسې زیاده برای کارمند پیشنهاد میکنه و این کارمند آدرس اتاق از اونها رو برای میده. این مردکه بسیار به اعصاب خرابی میره اتاق باز میکنه که دروازش قفل است و تق میکنه که تق میکنه میگه اتاق دروازش باز میکنه سعی میکنه زنکه که مردکم لوچ است و این زنکم در زیر یک سینه بند است داخل اتاق اردشون شیشتگی هستن. همین هر کاری که میکردن خب اینا رو داخل اتاق برلا لوچ گیر میکنه. دمی حسنا امی کارگرای هتل که کراچگی کش از اینجا از این راه تیر میشده و این مردکه از اون میز او کدام غذا را انتقال میداد. میز از یک دونه چاقوی کای که نان کدش میخوریم چاقوی مخصوص غذاخوری که است. چاقوی که میبرداره که از اینا در چیز میشه یخن مشت یخن میشه و این مردکم لوچ است و فقط یک نیکر در جانش زنکم همچون یک چیز دیگه بوده داخل اتاق. این زنکر که تدریم چاقوی که یگان 10 دونه میزنه. مردکم بسیار اعصابش خراب میشه. زنکر که میزنه این دجان از مردکم میره خو این مردکم که از مشت یخن میشه و این مردکی یعنی شوی زنکر این مردکی بیگانه رو میزنه. لوندی زن خدا. اینم میزنه. اردوی از اینا رو میکشه. این اردوی از اینا میموره. خب در چندگاوی اردوی از اینا میموره و این مردم زخمی میشه تا حد. اردوی از اینا میموره. خو این مردکم میبره میخواد که فرار کنه میاد سر صدا میشه و بالاخره پلیس میاد و مردم جمع میشه داخل هتل همین چیز خطر زده میشه و این مردکم خون پور است میبره بیرون این بره بچگک خدا بگیره و از اینجا بره از این منطقه میرسه میکنه که بچگک از این نیسته
در داخل رستوران یا هتلی که بچه خودم مونده بود. بچگی که از اونجا نیست، بچگی که از اونجا نیست، این مردکه فرار میکنه. این مردکه فرار میکنه، یک جای دیگه میره و میخواد که برای پیدا کردن بچه خود تلاش بکنه. که در این مردکه یک کس زنگ میزنه، هر کسی که بود حتما میشناختش. این بچگی که زیر خطاف کرده بود. این بچگی که زیر خطاف کرده بود و این مردکه از این مردکه بسیار یک پول زیاد میخواد. و اندازه پولی میخواد که این مردکه اونقدر پول نداره. و برای این نفر میگه که برای من این وقت بده که من بتونم پول برای تو پیدا کنم. این دوزا فکر کنم سر از این باور نمیکنه و مثلا چه رقم میشه و بین هم اینا جور نمیایان سر همین پیسه و همین چیزا. این دوزای بچگی که میکشن یا نمیکشن، در اشتباهی از پیش از دوزای بچگی کشته میشه. این بچگی که کشته میشه، بچگی میموره میره پشت راهش. خب من داستان اکثر کوتاه بگیرم. این مردکم که کل چیز خراب میشه، میره در پلیس خود تسلیم میکنه یا پلیس رو میگیره دیگه. منظور از این قصه خلاص شد. اینجا منظور از این داستان این بود که زندگی خوب و آرام را میتونه یک آدم برای خود جور کنه، زندگی پر از خوشبختی و خوشحالی. و یک آدم میتونه یک زندگی تلخ و خراب هم برای خود جور کنه. او خانم خراب شد، این خانم این یک مثال بود برای زندگی مردمای دیگه. اگر یک نفر بخواد از راه غلط پیش بره، در هر رقم باشه، یک آدم غلط یک روز نه یک روز حتما رسوا میشه. مثل همین داستان بود که ما شما شنیدیم و بین هم گفتیم دیگه. خدا کنه از این داستان ما یک چیز خوب، یک برداشت خوب گرفته باشین. باز من قصه دیگه هم پیدا میکنم براتون قسم میکنم. تو وقت برای شما وقت خوش میخوام.